سلام به تویی که انتخاب کردی امروز رو متفاوت شروع کنی، با ذهنی آگاه ولی روشن و قلبی باز و شکرگزار. امروز چشمانم رو با آگاهی باز می کنم، نه فقط برای دیدن بلکه برای زیبایی های پنهان، برای دیدن آنچه دیروز ندیدم و امروز برایش شکرگزارم. سپاسگزارم برای نفسی که بی هیچ منت در سینه‌ام جریان دارد، برای قلبی که بی وقفه می تپد، بی آنکه یادم باشد از او قدردانی کنم. سپاس برای غذایی که امروز بر سر سفره‌ام خواهد بود، برای دستی که آن را آماده می کند و برای زمینی که آن را پرورش داده و خورشیدی که به آن جان بخشیده است. شکر برای خانواده، برای دوستی، برای عشق، حتی اگر دورند یا ساکت، اما بودنشان در خاطره ها و در کلمات و نگاه ها هنوز گرمایی دارد که روحم را روشن می کند. سپاس برای لحظات تنهایی، برای آن لحظه های سکوت که مرا با خودم آشنا می کند، آن لحظاتی که مرا به درون می برد، جایی که خدا نجوا می کند، جایی که آرامش زاده می شود. شکر می کنم برای رنج هایی که مرا ساختند، اشک هایی که شفایم شدند و راه هایی که گم شدم در آنها، اما سرانجام خودم را یافتم. سپاس برای طبیعت، برای درختان و برگ ها، برای صدای پرندگان، برای بارانی که بی صدا می بارد و زمین را می بوسد، برای نسیمی که آرام از کنارم می گذرد و بی هیچ حرفی دل مرا نرم می کند. شکر برای دانایی، برای لحظه آگاهی، برای کتابی که ذهنم را بیدار کرد، برای گفتگویی که قلبم را باز کرد. سپاس برای معجزه‌ای که شاید کوچک بود اما مرا تغییر داد. امروز در دل این جهان پرهیاهو من انتخاب می کنم که ببینم، بشنوم، لمس کنم و شکرگزار باشم. زندگی همین لحظه است، همین نفس، همین نگاه و همین حضور، و من با تمام وجود شکرگزار این بودنم. دوست خوبم، اگر این زمزمه قلبت رو آروم کرد، اگر لحظه‌ای با خودت خلوت کردی، اگر لبخندی حتی کوچک بر لبت نشست، دعوت می‌کنم که همراه این مسیر باشی. در کانال نینوانا هر زمزمه دری به درون است، هر واژه نوری در تاریکی. پس اگر خواستی سابسکرایب کن تا این سفر درونی رو با هم ادامه بدیم. تا زمزمه دیگر، آرام باش و آگاه با قلبی باز.